درود برای شما. خدمتتون عرض می‌کنم وجود حیوانات خانگی یه نعمت در خونه‌های ما و این سطح انرژی بسیار بسیار بالایی دارن و البته یادتون باشه تعداد چاکراشون از ما بیشتره. گفته میشه که سگ‌وگربه‌ها 11 چاکرا دارن. ساعت صبحش من اطلاع درستی ندارم، آدم‌ها 7 تا دارن و گفته شده که اتصالشون به خداوند و مرکز انرژی جهانی بسیار بسیار از ما قوی تره. چرا؟ دروغ نمیگم، سر کسی فالا نمیذارن، مال یتیم نمیخورن، دوستی نمیکنن، به کسی کاری ندارن، یه زندگی کاملا سالم دارن برخلاف آدما. نتیجه اینه که اینا خیلی تونستن به اصطلاح اتصال یا ارتباط بهتر با پروردگار داشتن، چون همه ماها مخلوق خداوندیم، بدون اجازه خداوند هیچ موجودی خلق نمیشود. حالا میگن که نمیدونم این نجس است و اون فلان است و اینا، خداوند خواسته که این موجود در کره زمین باشد. حالا به زعم بعضی نجس، به زعم بعضی غیر نجس. برسیم به نکته آخر. کوبی خانم ما دیشب یه خانواده رو به اصطلاح نجات داده زندگیشون. چیکار کرده؟ همیشه 5:06 مثلا میاد درخواست غذا میکنه، میکنه. دیشب 4:30 بوده و مامان خانواده رو بیدار کرده و هی رفته پشت تلویزیون و مامان خونه بهش گفته خب بالاخره اینجا چیکار میکنه؟ بغلش کرده آورده، چند ثانیه بعد تلویزیون ترکیده و تمام سیما آب شده و اینا. که مأمور برق آتش نشانی که اومدن گفتن که بس اینجوریتون نجات داده، چون اگر اونجا شما توی خواب بودین و به اصطلاح متوجه نمیشدین آتش میگرفت اونجا. به هر حال ایشون یه قهرمانه که یه خانواده رو نجات داده، ما وجودش افتخار میکنیم. مدال شجاعت برای این دختر باید تهیه کرد. خداوند شکرت. مرسی.